منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد و على آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درود و سلام بنده رو در هر کجا که هستید، درود و سلامی را که از صمیم قلب به شما ایزان تقدیم میکنم پذیرا باشید. در خدمت شما هستم با مبحثی دیگر از مباحث بسیار مهم در اخلاق اسلامی. همونطور که مستحضر هستیم، یکی از مهمترین اسباب انحراف بشریت دوری آنها از صداقت و راستگویی و روی آوردن به دروغگویی و خیانت می باشد. زیرا صداقت و راستگویی اساس هر خیر و نیکی و دروغ و خیانت نیز پایه تمامی شرور و بدی هاست. و همین خاطر می بینیم که امروزه بشریت در منجلاب فساد و تباهی غوطه ور شده، زیرا از صداقت و راستگویی دور گشته است. به همین خاطر بیاییم ندای الله را لبیک گوییم، آنجا که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای الله را پیشه کنید و با صادقان باشید، با راستگویان باشید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی بسیار زیبا ما را به اصلی بسیار مهم راهنمون می سازد، و آن این که صدق و راستی اساس هر خیر و نیکی و دروغ و خیانت و دروغگویی پایه تمامی شر و بدی هاست. در این حدیث که امام بخاری و مسلم آن را روایت می کنند، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چنین می فرماید: ان الصدق یهدی الی البر و ان البر یهدی الی الجنه و ان الرجل لیصدق و یتحری الصدق حتى يكون صديقا و ان الكذب يهدي الى الفجور و ان الفجور يهدي الى النار و ان الرجل ليكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. به درستی که صداقت و راستگویی به سوی خیر و نیکی راهنمون می سازد و خیر و نیکی نیز به سوی جنت الله و بهشت برین خداوندی ما را راهنمایی می کند. و انسان صدق را پیشه می کند و راست می گوید تا اینکه به مقام راستی می رسد، به مقام راستگویی می رسد. و در جای دیگر به درستی که دروغ و دروغگویی
به سوی فجور و فسق و بدیها راهنمون میسازد و فجور نیز به سوی آتش جهنم و به سوی دوزخ راهنمایی میکند و انسان دروغ میگوید و دروغگویی را پیشه خود میسازد تا اینکه در نزد الله او به عنوان انسان دروغگو و کذاب نوشته می شود. پس دانستیم که اساس تمامی خیر و نیکی صدق و راستی و اساس شر و بدیها دروغ و دروغگویی است. به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که از ایشان سوال شد او یکذب المؤمن، آیا انسان مؤمن دروغ میگوید؟ رسول الله فرمودند نه. در جایی که قبل از اون و یا نمیدونم بعد از اون سوال شده بود از ایشان که آیا انسان مؤمن زنا میکند، دزدی میکند؟ رسول الله فرمودند بله، اما دروغ نه، انسان مؤمن دروغ نمیگوید. این در واقع فضل و ارزش صدق و راستی را میرساند و در واقع به امور معنوی و همان رضایت الله متعال بیشتر اشاره می کند. اما در مادیات و تجارت و پیشرفت دنیوی نیز می بینیم که باز هم صدق و راستی ما را به صلاح و فلاح و رستگاری می رساند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی می‌فرمایند که البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا و بینا بورک فی بیعهما و ان کذبا و کتما محقت برکت بیعهما. متفق علیه. در این حدیث که متفق علیه هستش رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که فروشنده و مشتری یعنی خریدار اختیار فسخ مجلس رو دارند. خیار فسخ مجلس یک اصطلاح در حال معاملاتی و شرعی هستش. تا زمانی که از هم جدا نشده اند این دو میتوانند که اون معامله رو میتوانند فسخ بکنند. اما نکته شاهد اینجاست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر آن دو خریدار و فروشنده یا دو طرفی که با هم معامله میکنند راست گفتند و عیب و نقص اجناس خودشون رو با صداقت و راستی بیان کردند، میبینیم که برکت در معامله آنها به وجود خواهد آمد، برکتی از جانب الله. اما اگر آنها دروغ گفتند و عیب و نقص اجناس خود را کتمان کردند و پوشاندند، برکت معامله آنها از بین خواهد رفت، زیرا برکت دست الله متعال است، از جانب الله متعال است. پس دیدیم که صدق و راستی در تجارت و امور دنیوی نیز ما را به پیشرفت و به موفقیت میرساند. اما الله متعال در آیات بسیاری این صفت و ویژگی را به خود نسبت داده. در آیه هایی که الله متعال میفرماید قل صدق الله، بگو که الله راست گفت. و یا در جای دیگر میفرماید و من اصدق من الله قیلا، چه کسی قول او و سخن او از الله راستر است. و من اصدق من الله حدیثا، و چه کسی سخن او از الله راستر و صادقتر است. و در جای دیگر میبینیم که الله متعال این صفت را به پیامبران عظیم الهی نسبت میدهد، در آیه‌ای که این صفت را به اسماعیل علیه السلام نسبت میدهد و میفرماید واذکر فی الكتاب اسماعیل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبیا. و در این کتاب اسماعیل را یاد کن،
به درستی که او صادق الوعد بود، یعنی در وعده خود راست بود و راستگو بود و خلاف وعده نمی کرد و دروغ نمی گفت، به درستی که او رسولی پیامبر بود یا پیامبری رسول بود. بله خواهران و برادران عزیز، صفت صدق و راستی یک صفت مستحب نیست، بلکه بله برادران و خواهران عزیز، صفت صدق و راستی یک صفت مستحب نیست، بلکه یک واجب و ضرورت برای انسان و برای فرد مسلمان می باشد. همانطور که دیگر فضائل اخلاقی برادران و خواهران عزیز، صفت صدق و راستی یک صفت مستحب نیست، بلکه یک صفت و ویژگی واجب برای فرد ما مسلمان ها می باشد. و به همین خاطر علما صدق و راستی را به 3 دسته تقسیم کردند که امام ابن قیم جوزی رحمه الله این 3 نوع را این گونه ذکر می کند. اولین صدق در گفتار می باشد، یعنی این که ما جز کلام راست و سخن صدق چیز دیگری را بر زبان نیاوریم. و دومین نوع از انواع آن صدق در کردار می باشد، یعنی این که ظاهر و باطن ما با هم یکسان باشد، اعمال ظاهری و اعمال باطنی ما با هم یکسان باشد. به چه گونه؟ دومین نوع از انواع صدق در کردار می باشد، یعنی اینکه اعمال ظاهری ما و کارهای ما با باطن و درون و نهان ما مخالفت نداشته باشد، یعنی آن کارهایی که ما انجام می دهیم برگرفته از آن درون پاک و آن انگیزه های درونی ما باشد و با هم تطابق داشته باشه. و سومین نوع از انواع صدق در پندار می باشد، همچون صدق در اخلاص، صدق در توبه، صدق در امید به الله متعال، صدق در خوف و ترس از الله متعال و صدق و راستی در تمامی اعمال و کارهایی که مربوط به قلب انسان هست، اعمال القلوب، که در واقع این مهمترین نوع از انواع صدق هست. یعنی اگر انسان صدق در پندار را پیشه کرد، به توفیق الله رفتار و کردار و گفتار او نیز صادق خواهد بود و از گناهان و لغزش ها مسون خواهد ماند. یعنی اگر درون و نیت ما صادق و پاک بود، بر ظاهر و جواره و اعمال و رفتار و گفتار ما نیز تأثیر گذار خواهد بود. همان گونه که شاعر می‌فرماید: قول و فعل آمد گواهان ضمیر، زین 2 بر باطن تو استدلال گیر. قول و فعل بی تناقض بایدت، تا قبولا در زمان پیش آیدت. برادران و خواهران عزیز، وقت ما به پایان رسید و با شما ایزان خداحافظی میکنم، با امید اینکه ما نیز بتوانیم از زمره صادقان باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر، بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکسته هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.